ادعا می‌کنم که تنها توضیح دهنده کامل فعال کردن توربوی همستر کمبات هستم. سلام دوستان، بدون هیچ حرف پس و پیش امروز می‌خوایم در مورد چیزی حرف بزنیم که 2 ماه از اولین ادعا به پیدا کردنش میگذره. بله، درست حرف زدیم، توربوی همستر. 2 ماه پیش یه هندوستانی و بعد از اون یک ازبک ادعا کرد که توربوی همستر رو با کد مورس فعال کرده. بعد اونم که دیگه اینستا و تلگرام پر شد از این که آقا بیاید ما پیدا کردیم توربو رو، هر کی هم یه کد مورس اعلام میکرد واسه خودش. بعد از اون که تمامی مراحل اون افرادم میرفتیم میگفتن یا پروفیتت باید فلان اندازه باشه یا توکنت. هیچ کدومشون هم انجام دادیم همش و هیچ کدومشون به اندازه ذره‌ای ارزش نداشت. اما قبل ادامه بگیم تو این چنل ما قصد داریم تمامی رازها، راههای پیشرفت توی عرصه ایردراپ‌ها و کسب درآمد دلاری نه ریالی رو بیان کنیم. اگه میخواین با ما همراه باشین از پایین مشترک بشین. الان با تجربه‌ای که از نات کوین و پیش از اون دارم و بعد از این تجربه‌ای که از اول همستر ما بودیم و حدود 20 تا حداقل پیج داریم و میگردونیم و به انواع زبان‌ها سرچ کردیم و با همستر بازای خیلی از کشورها حرف زدیم، به این نتیجه رسیدیم که توربو با هیچ کد تقلب و با روش‌های خاص و فلان و بیسار باز نمیشه. میگم من قصد خراب کردن همکارامونو ندارم، ولی انصاف نیست مردم وقتشونو پوچ هدر بدن.